با عرض درود و ادب به خدمت شما بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه еврогол رو پیشنهاد میکنیم. چنانده یک قطار رویدادهای مهم فوتبالی که دوام چند روز اخیر در فوتبال اروپا مخصوصا در توپ 5 لیگ ها اتفاق افتادند در برنامه ما تحلیل و بررسی وسیع پیدا میکنند. برای تحلیل این رقابت ها در استودیو با من همکارانم فردوسی خورسند و ایمانبک شادیبکزاد کمک میرسانند. خوش آمدید میگیم و طور مشاهده شدیم پیشرفت رقابت ها در پرمیر لیگ انگلیا دسته لیورپول این هفته در بازی خود مقابل فولخم دچار مشکلی شد، ولی یک جهت رو باید قید نماییم که بسیار یک خاراکتری مبارزی خود رو لیورپول بار دیگر نشان داد، چون که در اول در دقیقه 11 آنها لکه به دروازه خود گل سر دادند، بعد از آن در دقیقه 17 کارت سرخ میگیرد اندرو روبرتسون، ولی با این وجود لیورپول دو بار توانست که به بازی برگردد و حساب نهایی این رقابت با نتیجه 2-2 مساوی جمع بست شد. میخواستم شرح و توضیحات بازی ها رو محض از همین رقابت آغاز کنیم. مرحمت ایمانبک. اول با عرض سلام و ادب به گفت پرویز محمد امین برنامه رو آغاز میکنیم و پیش از تحلیل بازی ها میخواستم بگویم که این روز دویم فردوس پرسند با دقت گوش کن، دویم اشاره قطعی برنده 2-1 مبارزه نابرابر زیدی من بود، دو نفره مبارزه میبودن لیکن نوبسته از هر چی حالت مغلوب میشدن دو نفره. برندم وظیفه او شوره ها 2 نفر شوره زید یک من خودم مبارزه میبردن، هر دوی مغلوب میشدن و برندم وظیفه خود رو گم میکرد از عصبانیت. در اینجا باشد فردوس حسین را با من رقیب بردن، لیکن سعود کافی هم ندارد ایران نمیوردید میشد از یک طرف دیگر. من با یک چیز اقرار میشم برای اونکه اون سطح دانشی که تو در فوتبال داری من با اون چیز واقعا رسیدگی کردن نتونستم تا امروز. لیکن با سطح دانشی که کارشناسان فیفا و دیگرها دارند آن به سطح دانش شهریان تلویزیون انگلیس برابر نمیشود. بله نه این جای شوخی نیست، این جای بحث نیست. ارسنال میگه چون اینا فوتبال عموما نمیفهمد، فرگوسون پیش اینا عموما اینا کاری حتی گواردیولا رو خطا میبرن، میگن باید در اونجا باید از این چیز استفاده میکنه. از روی ایده اینا باید گلروز جای گواردیولا در منچستر سیتی مربی شود، برای که بسیار خوب میدونن این چیزا رو. لیکن امروز من باوری دارم که خودت کی اصلا من از اول پرویز گفتم که من همچون یک مغلوب شده به برنامه میدم. یک جهت مثبت خودت همین که باید امروز خودت با من کمک کنی، امروز باید ما 2 نفر ضد شورای مبارزه بریم. یعنی یک زمان هر دویتون در یک اداره بودید، یک جا کار میکردید، امروز اکنون در برنامه برای دسترسی به شهرت و به افطاریت بیشتر به شورای گرویده است. لیکن من باور دارم که از تاریخ همین دوره بودن و چون ژورنالیست بودن میتواند که امروز ما به قول یک میجوخیم بله برنده برنامه رو. ببینید زنبورا در گذشته نیز نیش میزدن بسیار همین دستایی که برای پایگاه قهرمانی مبارزه خاص داشتند، ولیکن موفقیت خاصه دسته مریض که با فکرم در آن است که ارسنال بزرگی کادری رو در اختیار دارد و نو بست از آنی که در بازی بسیار فعال بودن بازیگران، از روی اموری ضربه هم اگر گیریم، از روی تلاش‌ها برای گلزنی هم اگر بگیریم. البته برنتفورد مبارزه قهرمانانه برد، ولیکن ببینید سطح بازیگران چلسی فرق کننده است. در اون حالتی که اشاره کردید برنتفورد نتوانست گل زدن، ببینید حمله‌وران چلسی دارد که در چنین حالت‌ها گل زده میتواند. البته اونجا بازی استوارانه دفاع‌کننده برنتفورد سبب شد که بسیار ضربه‌ها به گل تبدیل نیافتند. در بسیار حالت‌ها حمله‌وران و بازیگران خط هجوم اشتباه کردند، ولی اصلا چلسی موفقیتش در آن است که ببینید در حالت کار نامدن بازیگران هیئت اولیه از کرسی احتیاطی هم نفران در کره دارد که آنها را به خوبی عوض کرده میتوانند و این چیز در موسم طولانی برایشان سبب می شود. و سابق مربی لستر سیتی که در چمپیونشیپ هم نتیجه عالی داشت باز هم سوال میداد، به سوالی درباره قهرمانی چلسی زیرکانه پاسخ میداد، میگه ما آماده نیستیم. او به فکرم به همین ترتیبی پاسخ دهی فریب میکند حریفان را، آهسته آهسته به قول خوب بودن میرود و قهرمان میشود، در حالی که لیورپول به سنگ ناکامی برمیخورد. باز که میدوند منچستر سیتی یک بار بهار زنده میشود، الکی به این چیز باور کردن مدام مشکل تر میشود. ولیکن خودی منچستر یونایتد هم الکی با مربی نه با چهره نه بازیش به نظام دارد، ارسنال هم یکونجا نرفته است. فکر میکنم چلسی ذخیره بزرگی دارد که تو در همین در همین پایگاه قهرمانی بسیار هم بازی مستحکم و قوی نشان دهد. بله البته که این پرمیر لیگ انگلیس است، در اینجا همه میدونند که مثلا دسته اخیر چمپیونات میتواند با دسته رقم 1 بازی را حتی غلبه کند، ولی چگونه که ایمانبک اشاره کرد یکی از بردهای دسته چلسی این است که هیئت ذخیروی بوی دارد. ببینید که
در لیگ کنفرانسیا اونها تماما با دیگر هیئت بازی میکنن. در جام انگلیس اونها تماما با هیئت دیگر بازی میکنن. وقتی که با آستانا بازی کردن در هفته گذشته ببینید که در اونجا قریب 70% بازیکنان از کرسی احتیاطی از هیئت دوم بودن. بله. حتی هیئت سوم هم بودن. حتی هیئت سوم هم حتی استفاده برده شد. از این خاطر برای انسو مارسکا آسان‌تر است در اینجا کار کردن، برای اون که چخلنی که میگم بازار رفته انتخاب خیلی زیاد است. در دسته چلسی هم انتخاب خیلی زیاد است. میتونه که در مقابل دیل خود دسته همون سیستم یا تاکتیکای همون که مثلا در وجود تو است، در سر تو است، اون رو میتونیم به خوبی استفاده برده توانیم. مثلا در اینجا کوکوریلا در مقابل منچستر یونایتد وقتی یک بازیگر حمله‌گر خوب است و می‌بیند که کوکوریلا اون رو اجرا کردن میتونه، قبیدن نمیتواند، نفر دیگر رو با جور استفاده میبرد، نفر دلخواه خود رو. از این رو برتریت اساسی این ذخیره بوی در کرسی احتیاطی و دومین چیزی که در این بازی بود، در فوتبالبازان دسته چلسی واقعا از دسته برنتفورد چگونه که تو اشاره کردیم من با عقیده تو روزی نیستم، هرچند برنتفورد یک دو فرصت‌های خوب داشت اما فرصت‌های زیاد رو فوتبالبازان دسته چلسی داشتن. اینجا کشفیات اساسی در روزبان دسته برنتفورد بود. ببینید که چگونه سیو‌ها رو انجام داد، حتی فرصت‌های یک به یک که به 100% به گل انجام می‌یافت این دروازه‌بان توانست که مثلا برطرف کند. جکسون در اونجا چند فرصت خیلی خوب داشت، جیدون سانچو داشت، ولی دسته برنتفورد اندکی بازی خوب نشان داد. این پرمیر لیگ انگلیس است اما چلسی برتری کامل داشت. من با این راضی نیستم که برنتفورد توانست که در مقابل دسته چلسی بازی ارزنده نشان بده. چیز دیگر نه. در کلاس با اونی که ببینید چلسی در دیگر بازی با حساب بزرگ پیروز می شود، برتری گلی کلان دارد. خودی توتنهام ببینید چگونه برگشت کرد به بازی، چگونه بازی را به قول 360 درجه تاب داد. ماز در قیاس به این پرویز میگوید که آنقدر بزرگی برنتفورد در چی است که گلی بسیار سر نداد تا با آخر اینتریگ بازی رو گل داشته توانست حسابی سر ندادن گل بیشتر و حتی امکانی داشتن مساوی کردن. نه در عموم اصلا از تمام امور و از تمام با قول داکیومنت‌ها برنتفورد البته سست است ولی بازی واقعا ارزنده نشان داد. زیدی دسته مقتدری که برای قهرمانی مبارزه میبرد. ببینید برنتفورد موسم‌های پیشین از سیتی هم خال میگرفت، از لیورپول هم خال میگرفت، ولی با چلسی که این موسم است با اون اینقدر برابر بازی کردن، از نگاهی سر دادن گل، از نگاهی داشتن امکانیت مساوی کردن، این البته شایسته تحسین است. من در اینجا هرچند که همکس من باشی در ارتش من قرار داشته باشی در اینجا من مجبور میشم که پرویز محمدامین بزرگ رو طرفداری کنم. تشکر. اما چیز دیگر چلسی دسته هجومکار است. اون تاکتیکی که امسال ما در سیمای دسته چلسی میبینیم البته همه کارها اونها هجومکارانه برآمده میشود، ولی در این بازی من به یک چیز دیگه با شما روز شده میتونم وقتی که حمله های دسته برنتفورد در یک مدت طول چند دقیقه ادامه کردند و قریب 3 ضربه یک بار پای هم جانبی دروازه چلسی زدن، در اینجا از کانتر هجوم استفاده بودن، مخصوصا خود جیدون سانچو یک حالتی که داشت از کانتر هجوم استفاده بود. من همین جیدون سانچو رو در اول بازیگر میگفتم که مثلا در منچستر یونایتد اون رو احترام نمیکنن، بازیگر خوب است و چالوک است، در بروسیا دورتموند رفت این چیز رو اثبات کرد و اومد باز با چلسی، ولی در این بازی من واقعا بعد اریک تن هاگ راضی میشم. برای چی؟ برای اینکه یک خصلت دریبلینگ کردن و که سرعت بلند کسب کردن دارد، اما زاویه چی میگن، اما انجام دادن همون فرصت رو بسیار ویران میکنه این بازیگر. من در سیمای این بازیگر رو فقط نگاه کردم در این بازی، همون فرصتی که از کانتر هجوم رفتن در اونجا ببینید که خیلی گزارش خوب کرد، حتی تو دروازه نزدیک شد، فرصت خوب رو با میان اومد ولی بالاخره خود او با ویران کردن فرصت رو. خود گل زنم گفتن. بله، یعنی خاصیت خود گل زنی یعنی خودخواهی همین فوتبال باز واقعا در دسته تاثیر میرسونه. بله و یک چیز دیگر درباره کوکورلیا هم من میخواستم بگویم. این فوتبال باز طور میدونید در بازی دوری گذشته وقتی دو بار افتی دو پای افضل خود رو عوض کرد، هر گونه شوخی هم پیدا شدن، حتی خبرها برآمد که ممکن شرکت پوما که دست از کننده سر لباس ورزشی دسته چلسی است از این چیز خیلی ناراحت شده است، چون با ایمیج آن تاثیر منفی رسید به خاطر آنه که پای افضل رو در رفتی بازی عوض کرد. ولی دیده میشد که در این بازی باز گل میزند با همون سر و لباس، با همون پای افضل خود و بعدا باز البته هنرنمای بسیار خوبی انسو فرناندس رو در رفت رقابتی مذکور اشاره کردنمون در کار، زیرا پاس گلی هم در همین بازی از سوی فوتبال بازی ارژنتینی به قید گرفته شد. نه با ایموبک با یک چیز دیگر باور کردم تکه کرده میشود، چگونه که در اول اشاره کرد اونها مثلا کدام نماینده دسته چلسی گفتیم در رفت مصاحبه گفت که
сармураббӣ Энсо Мареско гуфта буданд. боз як ҳам Ҷексон буд ба фикрам, агар мусоҳиба дод ки мо ба ҷадвал тамоман нигоҳ намекунем. Николас Ҷексон. бале, ба ҷадвал тамоман нигоҳ намекунем, мо фақат мехоҳем ки ғалаба кунем ба ҷадвал. Яъне ки ҳамин як навъи бигӯем айёрона рафтор кардан дар Премер Лигаи Англия, шояд ки ин чизам ба онҳо кӯмак кунад. барои ки дастаҳо масалан муқобили дастаи Челси ки чанд соли охир мушкилиҳои хоса дошт дар футбол, онҳо шояд ба ҳамон чиз бовар кунанд ки ҳол ҳам дастаи Челси масалан ҳамун марҳилаи худро идома медиҳад. аммо ин рафтори айёрона аст ба фикри ман. Кали Зирак ки дар рӯбаҳон кор кард дар Лестер Сити, ин мошенникиро ба қавли ёд гирифтааст ва бояд дар зарури истифода. Лекин дар футболи муосир ин хел айёрона рафтор кардан он қадар дер намепояд. Масалан бинед ки Ҳанси Флик чӣ хел айёрона аввал рафтор кард, вале дигар рафторҳои айёрона кор намедиҳад. боз ино он қадар таъриф тавсиф кардан ки махсусан баъди Эл Класико умуман мара гап зен намонданд. Ино доим беадолатии ино дар чи аст? Инҳо бо истифода аз авторитети худашон дар ҳамин муҳити мо ду кайсаб ба ман ҳамла мекунанд. ҳана дар ҳамин рӯз бояд, дар ҳамин рӯз соат бояд худатам айёрона рафтор кунӣ. ин дафъа ки меҳмон фарёд кардӣ, ҳатман шумораи курсиҳоро 4 кун. ду нафар шораи ду нафар коршинос. Ман дар бари Монбег рост меистам.